دیرام دیرام آخ جون وضع درام آخ جون آسیدلی آخ جون ولمتری آخ جون داشتم من پاسدار کلاشم من در حال ریزشم من تو فکر مجلسم من بدجوری مفلسم من وای سیدعلی حالت چطوره حال نظامت چطوره سیدعلی حالت چطوره حال نظامت چطوره تو که همچین نبودی نفل چقدر دیر اومدی تو که غمگین نبودی از عمر خود زیر اومدی وای در بدری آخ جون خاک تو سری آخ جون حتی میخوای یالا عراق میخوای یالا عجب دنیای با نفسایی وای آدم چی بگه نمیدونی والا آدم چی بگه نمیدونی والا. گلگیرمالی عظما و انترش تو همه وقایع و تحولات خودش رو به شکلی نشون میده، از مرگ چاوز تا روز درختکاری. بعد از داستان هوگو چاوز یک روز عزای عمومی در نظام اعلام شد. البته دقیقا مشخص نشد که عزای عمومی به خاطر خود ارتحال ملکوتی بوده یا به خاطر جاری شدن صیغه محرمیت بین آقا محمود و والده مکرمه برادر هوگو که بدجوری نظام رو به هم ریخت. تیوی ریش به نیابت از خامنه ای یقه این انتری رو چسبید. تعریف و تمجید از چاوز حقش بود، اما واقعاً باید کار رو به رجعت چاوز وقت ظهور حضرت کشوند؟ نمیشه معتدل تعریف و تقدیر کرد؟ نمیشه عزای عمومی و شهید و اینجور تعابیر رو سر جای خودش خرج کرد؟ تو روز درختکاری هم اول خامنه ای وارد شد. حضرت آیت الله خامنه ای ظهر امروز 2 اصل نهال غرس کردند. الله صلی علی محمد و عجل فرجهم. اینا از لحاظ تأثیر در هوا و اینا خیلی بعدش هم در پی این تحول مهم زیست محیطی که با آبپاش و ابریق ولی فقیه کلید خورد، گماشته رم کرده هم سفرای مقیم تهران رو جمع کرد، توی همایشی و مزخرفات خودش رو تحویلشون داد. بعد هر نفری هم آورد یه بیل با یه آبپاش داد دستشون که مراسمش از مراسم ولی فقیه بزرگتر بشه. دیپلمات‌های خارجی و سفرای کشورهای عضو جنبش غیر متحدها نهال غرس کردند. داستان درختکاری عظما دستمایه طنزپردازان پیک شادی هم شده. رهبر انقلاب اسلامی همزمان با هفته منابع طبیعی بعد از ظهر امروز 2 اصل نهال غرس کردند. عظما منم اون شاخ و گل و برگ درختت، کتم و من آویزون کرده بودم به بند رختت. بیا با گزارش غلام قیانور، اگه با ما نیای تو پشت پا زدی به بخته. بله بینندگان عزیز، در این دم عیدی مقام عظما در یک اقدام استراتژیک 2 تا قرص درخت کاشتن که خیلی اقدام خوبی بود. به سطح شهر میریم تا ببینیم امت همیشه در صحنه نظرشون در رابطه با این موضوع چیه. با ما بیاید، خیلی خوشحال شدیم دم عیدی. بله آقا شما میشه خودتون رو برای بینندگان عزیز ما معرفی کنید و بگید چند سالتونی؟ بله من نهال شطپور هستم که 30 سال مقام عظما من اینجا کاشتم. چه جالب، شما درخت چی هستید؟ من درخت زردالو بودم وقتی منو کاشتم ولی شفتالو شدم. اینم از کرامات مقام عظماست. بعد اینجا کی بهتون آب میده؟ والا روزای اول خود مقام عظما بهم آب میدادن، ولی از اونجا که اینجا یه جای دور افتاده است الان دیگه ملت همیشه در صحنه میان منو آبیاری میکنن.
بینندگان عزیز، همونطور که میبینید یه برادر بسیجی زیر همون درختی که مقام اوزما کاشته همینجا نشسته. میخوام نظرشون رو در رابطه با این اقدام مقام اوزما در حوزه بین‌المللی و داخلی بپرسم. برادر بسیجی نظرتون چیه؟ حتما من اول خدمت خود مقام اوزما سلام میکنم، بعد درود میفرستم خدمت خود مقام اوزما. از اون طرف عید و تبریک میگم به همه خود مقام اوزما. اینا همه کنار. همونطور که میدونید این درختکاری یه بحث نمادینه و استراتژیک که خود مقام اوزما ترتیبش داده. میشه بیشتر توضیح بدید برای ما و بینندگان عزیزمون؟ بله خواهش میکنم. به نظر من این درختکاری آشوب‌هایی که بوده کلا این بحث رو گرفته کامل کی خوابونده. دشمنان این بار شکست سختی خوردن، کامل شکست خوردن، این بحثشون کامل منتفی. این بحث درختکاری هم که خود مقام اوزما کرده یه بحث استراتژیک معنوی عرفانی. الان من شما خودت مجسم کن پیش خودت مقام اوزما، درخت، آفتابه، چی تو نظرت میاد؟ آفتابه، مقام اوزما، پوش درخت. نه نمیخواد بگی. هر کی واسه خودش یه تداعی میکنه. اما این به لحاظ عرفانیش بود که گفتم. اما به لحاظ سیاسیش مقام اوزما با این کاری که کردن تمام این فتنه‌ها و آشوب‌ها رو تخت گرفتن که خوابوندن. یعنی از این به بعد هر کی میخواد بیاد تو خیابون فتنه بکنه، آشوب بکنه، میخوره دنگ. از این خواص هم میخواد باشه، میخوره به اینجوری دنگ میخوره به این درخته. آدم نشد یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار نشد میبندیمش به درخت. نشد همچین میکنیمش تو این درخته. یه چیزی به ذهنم زد، نکنه یه وقت دشمنای نظام بیان ریشه درخت از ته بکنن، اون موقع چی میشه؟ از ریشه درخت رو بکنن، یعنی برش دارن ها. این که حالا اینم یه جور بازم این ماتی که منگ باز دوباره یه راهکار داده گفته درخت بکنه. من نمیدونم مثلا با دوباره تو خماری اینو گفته، من نمیدونم. آقا قطعش کن بابا، معلومه با درخت نمیشه جلوی این کارا رو گرفت. قطعش کن آقا جون. نمیخواد چی بگی تو؟ قطعش کن اینو بابا. یه جوون شاخ شمشاد از همونایی که مقام اوزما با کاشتن این درخت می‌خواست بهشون روحیه بده اینجا نشسته. شما شنیدین که مقام اوزما 2 قرص درخت در آغاز عید کاشتن برای روحیه دادن به جوونا؟ جدی می‌فرمایید؟ واقعا خیلی خوشحال شدم. اصلا روحیه‌ام خیلی رفت بالا. الان یکی از اون بالا روحیه منو بندازه پایین. واقعا روحیه‌ام رفت بالا. من یه لحظه احساس کردم همه مشکلاتم حله. مثلا من مشکل مسکن داشتم، خب الان مثل کفتر میرم بالای درخت لونه میسازم، یعنی حله. یا مثلا مشکل پوشاک برای عید بچه‌ها هست، خب این برگ درخت هست، بهترین پوشش. یا مثلا میوه الان میگن گرونه، خب درخت می‌کنی میوه بده، امسال نده، سال دیگه نده، 20 سال دیگه. خلاصه یعنی میخوام بگم که درخت خیلی مفیده. من اصلا هیچ چشم اندازی رو تو زندگیم نمیدیدم، الان میرم خب بالای درخت راحت همه چشم انداز رو کامل میبینم. یا خودم مثلا ناامید شده بودم از زندگی، میگفتم چجوری به زندگیم خاتمه بدم. خب مقام اوزما درخت کاشته، میرم از اون بالا خودم پرت میکنم، با مخ میکنم زمین، خیلی تشکر میکنم. نشد خودم اون بالا آویزون میکنم، نشد تنه درختو میدم دست یکی، میگم محکم بکوب تو سرم، دستتون درد نکنه. واقعا مقام خیلی متشکرم، خیلی ممنون. نه وایسا دارم صحبت میکنم. چی خیلی متشکرم؟ دارم صحبت میکنم، دارم میگم مقام اوزما درخت کاشته، ما هم باید درخت بکنیم. همه گوش کنن، پیرمردی پیرزنی هر کی هستی واسه خودتی باید درخت بکنیم. مقام اوزما درخت کاشته، من 30 سال دارم درخت میکنم، نمیدونم دعوتو درخت بکنیم. مسئولین نظام بدانن، مسئولین طیب کل درختاتکم، یعنی خودم صداتون رو نمیشنم. درخت باید بکنی، همه باید درخت بکنی. شده واسه ببخشید آقا، شما دارید چیکار میکنید اینجا؟ والا دارم به شباهت‌های درخت و مقام اوزما فکر میکنم. مگه شباهت‌هایی هم با هم دیگه دارن؟ گرفتی ما رو آقا. شما دقت کنید، درخت خودش ریشه داره، مقام اوزما ریش داره، 2 تپه. درخت شکوفه میزنه، مقام اوزما هر شب بعد از بساطی که دارن شکوفه میزنن روی حالا بیشتر از این نمیخوام بگم. عرض کنم که درخت تنه داره، مقام اوزما کنه داره. عرض کنم که درخت کرم میذاره، مقام اوزما کرم میریزه. عرض کنم خدمتتون که درخت شاخه داره، مقام اوزما خودشون شاخ میزنه. می‌خواستم بدونم شما تا حالا به تفاوت‌های مقام اوزما و درخت هم فکر کردی؟ والا به تفاوتاش هم فکر کردم. درخت یه سایه‌ای داره، یه میوه‌ای میده، خلاصه آدم میشینه زیرش یه صفایی میکنه. مقام اوزما این شلمشرتی بی‌هویت بی‌بوته هیچی نداره. عرض کنم خدمتتون چیزای دیگه هم هست، اگه بخواید بی وجوده. عرض کنم بازم هست، اگه بخواید من در خدمتتونم، میتونم تا آخر شب بشینم براتون از تفاوت‌های درخت و مقام اوزما بی ریشه ترین آدم روی دنیا. خیلی خوشحال شدم مصاحبتون.
بله بینندگان عزیز، همینجا دیگه بس این گزارشی بود از درختکاری مقام عظما و تاثیرات اون در سطح شهر. تا گزارش بعدی غلامرضا قیانوری از شما خداحافظی میکنه. شاخه مرکزی درخت، غلامرضا قیانوری.